اگر چند ساعت آب مصرف نکنیم برای بدنمون چه اتفاقی میفته؟ بریم سراغش. خب بچه‌ها، در مرحله اول قراره که دیگه آب ننوشیم، یعنی هر چیزی که شامل آب میشه رو مصرف نکنیم، مثل آب میوه، قهوه یا حالا چیزای دیگه مثل سوپ. بعد از 1 ساعت خیلی شروعش آسونه و زیاد تغییر داخل بدنمون احساس نمی‌کنیم. بعد از 2 ساعت احساس تشنگی می‌کنیم چون که آب بدنمون به شدت کم شده. بعد از 4 ساعت مغز دستور میده که آب کمتری صرف گزاق دهان بشه چون که خیلی مهم نیست. بعد از گذشت 6 ساعت احساس خستگی میکنیم بچه‌ها، چون که حتی کم‌آبی خیلی خفیف میتونه باعث بشه که سریع بدنمون خسته بشه. بعد از 7 ساعت که آبی مصرف نکنیم ادرار کردنمون خیلی کم میشه، چون که مغز انسان به کلیه‌ها دستور میده که آب بیشتری رو به خون اختصاص بدن. بعد از 12 ساعت ادرار به شدت تیره میشه، چون که آب داخل ادرار کم میشه و بیشتر میشه اوره و بوی بدی هم داره. بعد از 18 ساعت که آب مصرف نکنیم اختلال در نوز ایجاد میشه، چون که آب باعث میشه که هورمونا تنظیم بشن و وقتی آب نباشه هورمونا به هم میریزن. و وقتی که 22 ساعت از آب نخوردنمون میگذره یک احساس سرگیجه خیلی بدی داریم و وقتی 23 ساعت میگذره مغز ما به صورت موقت کوچیک میشه، چون که بهش آب نرسیده و این به نظرم خیلی ترسناکه. و وقتی 1 روز میگذره علائم زیادی داره که یکی از اون علائم سردردهای بسیار قویه که با هیچ قرصی خوب نمیشه. علائم بعدی بعد از 1 روز ناتوانی در انجام وظیفه‌های ساده است. حتی دیگه مغزتون دستور نمیده که حالا کارهای خیلی ساده رو انجام بدید. و بعد از گذشتن 1.2 روز شما انرژیتون به کمترین حد ممکن میرسه و باز هم بعد از گذشته 1.2 روز سطح انرژی عضلانیتون خیلی پایین میاد و همه عضلاتتون تحلیل میره که اینم خیلی به نظرم وحشتناکه. بعد از گذشته 1.3 روز تقریبا تمرکزتون رو از دست میدید و نمیتونید به چیز خاصی فکر کنید. و یکی دیگه از علائم گذشتن 1.3 روز خشک شدن چشماتونه، چون که آب داخل چشما کم میشه و پلک زدن براتون خیلی مشکل و دردناک میشه. یکی دیگه از علائم گذشتن 1.3 روز عصبی شدنه. شما به شدت عصبی میشید و به هر چیزی میتونید واکنش نشون بدید که اینم خیلی وحشتناکه به نظرم. بعد از گذشت 1.4 روز ادرار کردنتون متوقف میشه دیگه، چون که هر قطره از اون آب داخل بدنتون برای بدن مهمه. یکی دیگه از علائم 1.4 روز بدون آب بوی بد دهان بچه‌ها، چون که به دلیل تولید کم قزاق باعث میشه که دهنتون بوی بد بگیره، چون که دیگه باکتریاش کشته نمیشه. یکی دیگه از علائم 1.4 روز گذشتن از آب نخوردن اینه که عرق کردنتون به صورت کامل متوقف میشه، چون که هیچ آبی دیگه نباید هدر بره. بعد از 1.5 روز آب نخوردن مشکل در بلعتون براتون پیش میاد و دیگه گلوتون انقدر خشک شده که غذا رو نمیتونید به راحتی بخورید که اینم خیلی دردناکه. بعد از گذشت 1.6 روز احساس گرسنگی میکنید. مغزتون دیگه نمیتونه فرق گرسنگی و تشنگی رو تشخیص بده و به نظر میاد که شما گشنه‌اید و این حس رو بهتون میده. بعد از گذشتن 2 روز تمامی پوستتون خشک میشه، چون که هیچ آبی به پوستتون، به بافت‌های پوستتون نمیرسه. بعد از گذشت 2.1 روز کلیه‌ها اضافی کار میکنن تا خون رو بیشتر تصفیه کنن و فشار خیلی زیادی به کلیهاتون میاره. بعد از گذشتن 2.3 روز شما درصد کمی افزایش وزن پیدا میکنید که این خیلی عجیبه و بعد از گذشتن 2.3 روز باز نفخ میکنه رودتون، چون که به مشکل میخوره. بعد از 2.5 روز شما یبوست میشید، چون که بدون آب دفع کاملا غیر ممکن میشه. و باز هم بعد از 2.5 روز درد شکم شدید میگیرید، چون که گوارشتون به مشکل میخوره و امکان نداره بدون آب بتونید گوارش خوبی داشته باشید. بعد از 2.6 روز گذشتن ضربان قلبتون افزایش پیدا میکنه، چون که خون غلیظ‌تر شده و قلب انرژی بیشتری نیاز داره تا اون خون رو پمپاژ کنه. بعد از گذشتن 2.6 روز اسپاسم عضلانی هم براتون ایجاد میشه. بعد از گذشتن 2.8 روز
حالت تهوع خیلی نگران کننده ای میگیرید که واقعا وحشتناکه. و یکی دیگه از علائم دیگه، بعد از 2.8 روز گذشتن دمای بدنتون افزایش پیدا میکنه و شما تب میکنید. بعد از 3 روز گذشتن شما دیگه کم کم شروع میکنید به هزیون گفتن. و یکی دیگه از علائم این که 3 روز از آب نخوردنتون میگذره اینه که پوستتون به صورت کامل کم کم خشک و کنده میشه و بهش میگن لایه‌ای از پوستتون برداشته میشه. بعد از گذشتن 3.1 روز از آب نخوردن درد مفصل‌ها شروع میشه، چون که آب معمولاً بین مفصل‌ها جریان داره و مفصل‌ها رو روون میکنه و وقتی آب نباشه اون مفصل‌ها خشک میشن و دردناک میشه. بعد از گذشت 3.2 روز بدن شما به رنگ آبی یا خاکستری تبدیل میشه، چون که قلب شما نمیتونه خون رو به همه جای بدن برسونه و بعضی جاها شروع به کبود شدن و خاکستری شدن میکنن. بعد از گذشتن 3.3 روز قطعا شما سنگ کلیه میگیرید، چون که خیلی فشار به کلیهاتون داره وارد میشه. بعد از گذشتن 3.4 روز بدن شما کم کم رو به خاموشی میره و بعد از گذشتن 3.4 روز درد قفسه سینه به سراغ شما میاد، چون که خونتون انقدر غلیظ شده که برای پمپاژ کردنش به مشکل میخورید. بعد از گذشتن 3.5 روز شما هوشیاری خودتون رو کم کم از دست میدید و غش میکنید. بعد از گذشتن 3.9 روز تنفستون خیلی کند میشه، چون که بدون خون بدن شما اکسیژن کمتری داره و تنفس متوقف میشه. و بعد از گذشت 4 روز اگر هیچ آبی به بدن شما نرسه قطعاً قلبتون ایست میکنه و شما میمیرید، چون دیگه خونی وجود نداره.